امروز قرار خودمون رو حسابی به چالش بکشیم. با فقط یه رو وقت داریم تا ستایی بهترین غذا رو با کمترین قیمت سفارش بدیم. اگر شما میخواین بدونید چی سفارش دادیم و چی شد، حتما تا آخر این ویدیو با ما باشید. بدون معطلی لایک و ساب فراموش نشه. بزنید سراغ ویدیو. لیتس گو. همین الان یه رو به شما شروع شد. این چالش برای من ساخته شده. من 100 برندم. میگی نه؟ حالا ببین. یه رو وقت داریم ارزون ترین غذا رو پیدا کنیم. از با ما همراه باشین تا ادامه ویدیو. ببین یه ایده خیلی خفنه. اینجا یه رستورانی هست که پاستا رو یه پاستا لیمونی رو میده 130 تومن. بریم بگیریم کیس باز اصلا برای من این چالش. این همون پاستا لیمونی که بهتون گفتم 158 تومن. پیتزا اسلایسی به چه صورته؟ طعمش انتخابیه. خب آقا ما پاستامون سفارش دادیم و بریم ببینیم اونا دیگه چه کردن. هنوز کلی وقت مونده و من چون دیگه فکر نمیخواستم همون اول اومدم اینجا و سفارشمو دادم. همین الان آخر ویدیو حتما تا آخر ویدیو رو ببینید و نظر بدید دیگه ببینید کی برنده شد. خب بالاخره تونستیم که یه 135 فکر کنم برنده میشیم. 135 یک پیتزایه، یعنی یه اسلایس گنده یه پیتزا با کلی مخلفات گرفتیم. 135 عالی. چون شد 175. اوه شیت شد 175. من برای چیش راستی ببخشید اگه یکم صدا بده، چون که الان ما خود داریم تو پاساژ میچرخیم و الان دور و برمون پر آدم و رستوران و ایناست. و بچه اول ویدیو منه، حتما حمایت کنید. ویدیو خیلی خفن‌تری تو راهه و آره دیگه بزن ببینیم دارن چیکار میکنن. ما که سفارشمون رو دادیم، اینجا هم یه عدد امیرحسین داریم که سفارش رو داده. الان فقط مونده پرهام. ما الان خود غذا رو گرفتیم ولی یه چیز مهم مونده. غذای فست فود بدونش میشه؟ نه دیگه نمیشه. پس همین الان بریم یه نوشابه هم بگیریم. جمع من کلا میشه 170 تومن. به نظرم ولی باز خوب داریم. حالا نمیدونم شما باید انتخاب کنید که کی از همه بهتر شد. با ظاهرا رکب بدی خورد. یه نوشابه گرفتم با یه نی که 15 تومن 24,000 تومن برامون حساب کرد متاسفانه. ولی اب نداره، بازم من برندم. خب آقا الان همه جمع شدیم و غذای من حاضر شد و الان باید چیکار کنیم؟ باید بریم غذای من رو تحویل بگیریم. شد از غذای ما گرفتیم 158,000 تومن. ببینیم بقیه هرچ من بردم. من خوردم مطمئنم بردم. شما باید بگید نمیدونم. خب آقا این هم شد غذای امیرحسین. فقط الان غذای ایشون حاضر شه تا ببینیم برنده کی قراره باشه. بریم آقا غذا رو بگیریم، ایشون رو بگیریم. بیا آقا بالاخره الان غذای هممون اومد. غذای من که یه پاستای لیمونی 155 بود با این نوشابه 25 میشه 180 بودن. درسته؟ 8 بچه حالا میاد الان قیمت ها جمع‌بندیاشون صفحه. اینشون مال آقا پرهامه. یه پیتزا چقدر شد پیتزا؟ پیتزا 175 نوشیدنی آب 175. آبم بگو 5 تومن 180. منم 180. ما دوتا شدیم 180. مرتو چقدر شد؟ چه وایسیدم باز یه برگر اسپایسی شد 220 شد با این نوشابه 25 تومانی 245. غذاهایی که حالا ما گرفتیم نه بیشتر. حالا باشه حالا الان حساب می‌کنیم رو صفحه میاد. این بود از غذاهای ما. حالا شما برنده رو تو کامنت‌ها مشخص می‌کنید. یعنی بنویسید به نظرتون کی برنده شد، بهترین غذا رو داشت و اون دو نفر دیگه توسط یه نفر مجازات میشه و ویدیو مجازات هم میذاریم. و پیشنهادی هم داشتین حتما تو کامنت‌ها بگید. لایک ویدیو فراموش نشه تا بازم بیشتر از این ویدیو براتون بذاریم. سابسکرایب به کانال فراموش نشه. ببخشید که ویدیو بد بود. اولی ویدیوه سعی میکنم تو ویدیو بعدی جبران کنم درست کنم و دیگه دمتون گرم دیگه تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.